های گایز، چطور بچه ها؟ من عباس هستم. امروز اومدم یه پارت ویدیو از بچه زرد. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و بستن فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. بعد شیر بچه رو میدیم بچه بخورم. صورت ویدیو رو هم زیاد کردم و یعنی خود بازی اینقدر صورت نداره. بازی تو چرا میریدی؟ بردانم بچه سگ کم شو. هاپو پوشه که بچه رو میدیم. بچه کوش اندرید. بوک شدم وای چه بوگی. این موقع باید باگ میشدم. پوشه بدم نمیدم. میخوای نه نه بچه رو طفله. بذارید به بچه پوشهشو بدیم. بچه باید استفاده کنه، بشینه کیف کنه. قصه بخونیم برای بچه. قصه بخونیم. با قصه میخوندیم و قصه نخوندم. خب یه روزی گربه‌ای بود اسمش کت بود. کت اومد بالا سر گربه گربه اومد بالا سر دختره. رفتن جنگل زدن خراب کردن. تمام شد. خداحافظ گربه. خداحافظ. چرا نمیشه؟ خب بریم تخت خواب کو. معلوم باید اینجا بخوابیم. گوگل کلیک کنم. چرا تلویزیون زرد اصلا؟ یعنی تو الان تلویزیون روشن بود، اصلا چه منطقی داره این بازی؟ کی نصف شب اومد من رو بیدار کرد؟ گره رو بزنیم. توستر اومده. بازی من یه بار دیده بودم تبلیغاتشو. شب دوم البته هنوز شب دوم نشده. شب دوم اینو فکر کنم توستر میومد. توستر میرفتیم میزدیم. خب بچه این چرا مثل میمونا بود؟ چیزای ترسناک هستن. فیلم درسا اینجوری دستشون بازی میکنن. بچه رو میگم ما کاش کامپیوتر داشتیم اینجوری ادیت راحتی میکردم. یعنی من ادیت بلد نیستم. باید ادیت کنم. بریم تیوی. خب تیوی لایک تیوی ببینیم کار کنیم. مختار نشون میده. مختار چی شد؟ شب دوم بچه بریم The Five Nights at Freddy افتاد. Five Nights. خب من این اردک رو میبرم. خداحافظ. ببریم آشپزخونه خونی منه. تمام باگم ها. ببین به خدا این باگه. ببین شیر غیب شد. باگه دیگه. اینجا شیر نیست دوباره. شیر کو باگ شدیم. گروه دیوس از قصد شیر گذاشته بود اینجا. دیوس تو یعنی نمیخوای غذا بخوری؟ یه داره یخچال همشه بنده. بیاین بچه غذا بدیم. اسکل نزدم اونجا کونه تو بشورم. بیا کونه تو بشور. باسنشو چجور تکون میده؟ رقص باسن میکنه این لامصب. چی کونشون اینجوری تکون میدن؟ شیک میزنن. شیک داشت میزد بچه. بردن شیک. ببینیم اینجا. ببینیم پوشک کو. بچه شیک میزد. ای پوشک کثافت داشت جمون نگاه میکرد. البته اینو بگم که 2 سال دیگه جمون نشون نمیده. کلاه آشپزی برداشته بود. دیوس خونه ایم. اینجا چیه؟ تو منو در میاری؟ تخت 2 نفره بیج. حاجی من برم بخورم به دیوار. من دیوار آخ نمیگه. کله من پاخ میده. چی اینجوری شده؟ بنازمش توالت. بیف توالت.
توالت چجوری بندازم؟ خب دیگه پوشک نداریم. توالت سوپرمن سوپر توالت شد. اسکیبیدی توالت سوپر توالت. قیب میشه. قیب شد بس پاک شد. میندازیمش. خرگوشو میشینیم قصه بخونیم. آقا خرگوشه بد هاپ بمیشیم. چی میخوای؟ گوشت که نی عروسک میخواد. تویز نمیشه. تویه پلیزن کت نمیشه. من عروسک خرگوش دادم حال کنی بدبخت. کسی بود به تو این خرگوشه اوجی داستان و خارش حجاب چیزی. شطرنج بازی میکنه؟ به شطرنج خدا. بریم بخوابیم. چرا نخوابید؟ توستر چیکار کنم؟ توستر بمونه همونجا بخواب. توستر رو کجا میداشت؟ ببینیم آشپزخونه میخوره توستره. بخواب. آشپزخونه هم نمیخورد. در رو ببندیم چی میشه؟ ای بابا چه زرد میومد داخل. توستر داره گوسفنده سی. اینجا چه قضیه‌ای داره؟ تو خواه بچه پول دارم هست. بچه میذاره رو دیوارات. خب بچه من آخر سر فهمیدم باید این همه مدت توستر رو میذاشتم رو میز.